جنت از روی روایت ها در بالا هست و دوزخ از روی روایت ها در زیر زمین است، یعنی در پایان است. الله مهربان به ما بنده عاصی گناهگار جنت وعده کرد. جنت را به دهان گفتن آسان، به جنت رفتن آسان برای ما و شما مشکل است. برای ما خیلی مشکل شده است. خداوند در جنت برای ما چی وعده کرد؟ قصری که با بعضی روایت ها میگن در درون سنگ بریلیانت با طلا ساخته شده است. میگه 70 سال، بعضی روایت ها 80 سال میگه بالا میبره، قصر تمام نمیشود. برای ما و شما خداوند 80 زن، 80 حور جنتی وعده کرد که میگه اگر حور جنتی دستش رو از قبر بیرون کند آفتاب رو میگرداند، از نور زیاد، از روشنی زیاد، که زنهای جنتی چنان زیبا هست وصفش را گفته نمی شود. هر یک زن جنتی 70 لباس دارد، برای مرد خودش اوریان. الله اکبر، قدرت خداوند را ببین. 70 جامه داره، میگه در نزد مرد خودش اوریان میبیند او را. میگه هر باری که با زن جنتی ما و شما خواب و خیز میکنیم اونها را دختر پیدا میکنیم. در هر یک خانه که قصری که ما داریم یک تا حور بهشتی هست. و اگر ما و شما در جنت به یک جا سفر کنیم، این 70 حور بهشتی تا آمدن ما انتظار ما و شما هست. وای بر آن زنهایی که در این دنیا حرمت شوهرتان نمیکنین. برای زنها جنت رفتن خیلی آسان است. رسول خدا صلی الله علیه و سلم میگه نگاه کردم اکثر اهل دوزخ از زنها هست. برای زنها جنت رفتن آسان، اما اکثر اهل دوزخ از زنها هست. چرا؟ چون که حرمت شوهر نمیکنن. ای مادر، کجا کعبه میری؟ کعبه در نزدت هست، انا همین شوهرت هست. پشتای شوهرت مساج کن، انا همین کعبه هست. گویا که تو کعبه زیارت کردی. رضاگی شوهر رضاگی الله هست. باز خداوند در جنت برای ما و شما چی وعده کرد؟ کتهایی که در این دنیا ما و شما میبینیم چنان زیبا هست، خواه از طلا باشد خواه از دیگر چی. خداوند در جنت برای ما کتهای آماده کرده است که از استراحتش سیر نمیکنیم. باغهای برای ما آماده کرده است که 100 ساله ره میره تمام نمیشود. به نزد کتهای ما جویبارهای عسل، ساکهایی که میگیم در این دنیا از این ساکها نیست. او ساکها چنان شیرین است که از لذتش وجود انسان را راحت میگیرد. در جنت اخلاط کردن نیست، پیشاب کردن نیست، غم نیست، غصه نیست. همیشه شادی است، همیشه خرسندی است. میگه پرنده ای را که در آسمان میبینی دلت میکشد که از گوشت همون بخوری، همون پرنده میگه میخمد، در پیشت بریان میشود، او را میخوری، بعد خوردن تو باز میپرد میرود. قدرت خداوند ببین. خوردگی های ما و شما کجا میره؟ وقتی ما و شما در اون دنیا میخوریم اینها کجا میروند؟ به بعض روایت ها بوق شده میروند
و با بعضی روایت ها و مثل تنه انسان عرق میکند، همین خیل شده میبراید. اخلاق نیست، پیشاب نیست، مشکلی نیست، نماز خواندن نیست، دعا کردن نیست، خیر نیست، صدقه نیست. یگان کاری که در این دنیا میکنیم اینها نیستن، فقط راحت است. راحت. نماز در اینجا گذار. برای چی خداوند ما را در این دنیا هست کرد؟ برای امتحان خود. از ما و شما امتحان میگیرد ببیند که بندگانش در این دنیا چی کار کرده است. رسول الله صلی الله علیه و سلم ساعت 1-2 شب به نزد خانه حضرت علی می رفت، دامادش، و در را می زد. می گفت ای علی، ای فاطمه، آیا نماز شب گذاشتین؟ نماز شب را خواندین؟ روز قیامت خداوند از ما پرسان می شود یگام نماز نافله خوانده یا نه؟ ما و شما نمازهای 5 وقته ما در وقتش نمی خوانیم. وای بر حال ما و شما. زبانی بد داریم، زبانی حرام داریم که یک شخص تهمت میکنیم، دشنا میتیم. حضرت ابوبکر، عمر، عثمان، علی یک خطاگیه که میکردن، برای خطاگیشون چندین ماها گریه میکردن. ما و شما امروز برایمون آسان شده است که یک شخصیت دشنا میتیم، فکر میکنیم که او هیچ گناهی نیست، فکر میکنیم که خداوند ما را میبخشد. نه، خدا نمیبخشد تا همو بنده تر نبخشد. ببین با این قدر گناهایمان خداوند مهربانی داریم که برای ما و شما جنت، باغهای جنت، راحت جنت فراوان کرده است. این نمازی که ما و شما میخونیم نه به خاطر خدا است، به خاطر خودت است، برای خودت میخونی. از نماز خوانده تو نه در خزینه خداوند چیز جمع می شود، نه چیز خالی می شود. مادران عزیز، اول برای شما به نهایت آسان است جنت رفتن. این رضاگی شوهرت است. اگر شوهر از تو راضی شود یقینا تو زن جنتی هستی. نه اینکه شوهر آزارتی او شوهر گام از تو راضی است، او از روی دل میگه. حرمت شوهر را کن. زن نزد رسول خدا صلی الله علیه و سلم آمد، گفت ای رسول الله، زمان یک حدیث تو را شنیدم، شوهر کردن را ترک کردم. میگم من ترسیدم که روز شوهرم از کار بیاید و قواق من دم باشد، شوهرم از من نارضا شود. وای بر حال من. نگاه کنین، از یک سخن، از یک قواق دم ترسید. مادرای ما و شما امروز به شوهرها داد میزنند، از پس شوهرها غیبت میکنند، تهمت میکنند شوهرهای خود را. الله هدایت بکند. مادری جان، اگر جنت میخواهی رضاگی شوهرت را گیر. رضاگی شوهر. بازم به همه جوان ها میگویم ببینید خداوند در جنت برای ما چه چیزهایی وعده کرده است. وقتی به یک شهر نازل میشد مردم میگفتن امیرالمؤمنین کیست؟ کسی او را باور نمیکرد که او پادشاه است، که تمام پادشاه ها از او میترسید. شیطان از حضرت عمر میترسید. حضرت عمر میگه به کوچه گذر میکرد، شیطان دیگه به اون کوچه گذر نمیکرد از هیبت حضرت عمر. رسول الله صلی الله علیه و سلم گفت ای عمر، شیطان از سایه تو میترسد. الله اکبر. با این زنهایی که در این دنیا ما و شما زندگی میکنیم
اگر زنی خدا ترس باشد و ما و شما زنهای خود را دوست داریم، در قیامت خداوند این زن را از حورهای بهشتی زیبا کرده و باز نصیب ما و شما می شود. ای مادر، فراموش مکن، یک شب اگر شوهرت از تو نارضا باشد، تا صبح ملائکه ها، پرندگانی که در آسمان هستند، ماهیانی که در زیر آب هستند، در حق تو لعنت می‌فرستند. اگر شوهر از تو راضی باشه، هم ملائک و هر چیزی که در دنیا خدا آفرید برای تو رحمت می‌فرستد. جنت گفتیم که به زبان گفتن آسان است. اگر ما و شما از داخل یک خانه شویم، یک باغ شویم، یک قصر شویم، خود را چگونه حس میکنیم؟ چقدر خوشحال هستیم، زیبایی رو میبینیم. جنت یک ذرهش از این دنیا زیبا است، یک ذرهش. این دنیا گذران است. یا امروز یا اینکه فردا. از حضرت نوح پرسیدند، گفتند ای نوح، دنیا را چگونه یافتی؟ و بعضی روایت ها حضرت نوح 1050 سال و بعضی روایت ها 1150 سال عمر دیده است. گفت و مثل یک خانه که او دو در دارد، خیال کردم از این در آمدم و از آن در برآمده رفتم. خیلی خودتون به خودتون نظر کنید، این 30 در اومدی، 40 در اومدی، عمرت چگونه گذشت؟ تو نمیدانی که 100 سال عمر میبینی. بگذار، این تو 100 سال دیگر عمر میبینی، 100 سال دیگر عمر میبینی. پس میموری که از این دنیا میروی، نزد کی میروی؟ نزد خداوند. های برادر، نماز میگذاریم، روزه میگیریم، خیر صدقه میکنیم، دروغ هم میگیم، یک کس دشنا میتیم، تهمت میکنیم، زنا میکنیم، عرق مینوشیم، دروغگویی، دشمنی، همه کار میکنیم. والله قسم نماز نیست. تو مسلمان نیستی. من اگر ساعتها وصف جنت را برای شما بیان کنم تمام نمی شود. باور کن برادری جان، در اینجا کار، در آنجا نخل بردار. هرچی کردی حاصلش را در آن دنیا میگیری. بدی کردی حاصلی بدی، نیکی کردی حاصلی نیکی. برایتان دو کلمه میگویم که رسول خدا صلی الله علیه و سلم گفت، این دو کلمه از همه اعمال نیکتان وزنین است. در روز قیامت ترازوی اعمال را که میمانند، گناههایمان را از یک طرف، ثوابهایمان را از یک طرف، میگه اگر همین دو کلمه را در این طرف گذار، همه ثوابها را بالا میکند، همین گناه ها را چیکار میکند؟ پایان میزند. چقدر ثوابی هست. سبحان الله و بحمده، سبحان الله العظیم. این دو کلمه هست که برای ما و شما گفتنش خیلی آسان، وزنی نیست. ما و شما هر کاری کنیم باید همین کلمه را گوییم، سبحان الله و بحمده، سبحان الله العظیم. چه کلمه زیبا، چه کلمه آسان. این دو کلمه را انشاءالله همیشه در زبانت ران، دلت سفید می شود، دلت پاک می شود. وای بر آن انسان هایی که طرفدار نوارهای ناحق هستند، یعنی که رپ هستند، پریکال ها هستند. وای بر حالت رپریست، وای بر حالت. خوش به حال اون انسانی که رپ را توبه کرده و برای خدا بازگشت. خوش به حالت. دانسته میکنی خدا تو را نمی بخشد هرگز. 1 سال 2 سال دیگر خونم بعد بحثش میکنم. تو از کجا میدونی که 2 سال دیگر عمر میبینی؟ شاید که امروز فردا از دنیا بروی. برادر، 1 دقیقه برای ما غنیمت است. از همه نعمت بزرگ خداوند این وقت است، وقتی که ما و شما صرف میکنیم.
وقت را غنیمت دار. شخصانی هستند که نماز نمیخوانند، وای بر حال تو، وای بر حال تو، وای بر حال تو. ما و شما باید شبها خیزیم گریه کنیم به حال انسانی که نماز نمیخواند. یک انسانی که یک نماز به عذر قضا میکند، خداوند 28 میلیون و 800 هزار سال در دوزخ میسوزانش. این شوخی نیست، این بازی نیست. وای بر حال انسانی که نماز نمیگذارد. از خدا نمیترسی؟ سومی که کار میکنی حرام است، خواه از جای حلال کار کنی. تو نماز نمیگذاری، تو مسلمان نیستی. بین کافر مؤمن این نماز است، ترک نماز است. با آنها میگویی که نماز بگذار، میگوید فردا یا پس فردا. های بدبخت، اگر فردا خداوند جانمان را گیرد چیکار میکنیم؟ دست خالی نزد خدا میریم. خداوند هر یکی ما و شما را هدایت کنه. و الله قسم خیلی گریه کن. هر سحر برخیز ای دل، خدمتی جبار کن. هر سحر برخیز ای دل، خدمتی جبار کن. بعد خدمت گر توانی گریه بسیار کن. ببین هر سحر خی میگه ای دل خدمتی جبار کن، خیز میگه نمازت را بگذار. بعد خدمت گر توانی گریه بسیار کن. بعد که این نماز گذاشتی نناز، گریه کن که خدا قبولش کند. گریه کن. باور کن شیطان غلبه کرده ایستاده است. میخواهد که ما و شما به ایمان از دنیا گذاریم. سحر میشود و نزدمون میوید خواب کن، یک لحظه دیگر، یک چند ثانیه دیگر خواب کن. ما و شما چیکار میکنیم؟ خواب میکنیم. برادری جان، تو را کی آفرید؟ تو را ذات پاک آفرید. خدا آفرید که نماز گذاری. خدا اگر در کار شود تو را یک سکونده نیست میکند. تو را خداوند قدر منزلت را بلند کرد که آدمت آفرید. آدم آفریده. شکرانه نمیکنی؟ شکر کن ای دل که در قید مسلمان آفرید. ما و شما باید شکرانه کنیم که ما را خداوند مسلمان آفرید و انسان آفرید. این دنیا آنقدر دنیایی نیست که برای مال دنیا، برای کار دنیا آخرت خود را سوزانیم، حرکت کنیم. صحابه های رسول خدا چگونه گذشتند؟ آنها انسان نبودند مگر؟ آنها هم انسان بودند مثل ما و شما. ما باید شکرانه کنیم که امت رسول خدا صلی الله علیه و سلم هستیم، شفاعت کننده امت. وای بر این امت روسیا، وای بر حال ما و شما. کدام سنتش به جا میاریم؟ خب خداوند هر یکی ما و شما را برای صراط المستقیم هدایت کند و از بلاهای زمین و آسمان ما و شما را نگهبان باشد. انشاءالله که نوارهای آینده با سوال و جوابهای شما هست که بسیاری برادران در کامنت‌ها سوالها دادیند. میخوام که این سوالها را جواب دهیم و چندین برادرانش میگوید شما در سخنهای ما اهمیت نمیتین، ما با شما سوال میتیم جواب نمیگردانین. خدا خواسته باشد همه این سوالهای شما را یک موضوع کرده یک جواب خواهم داد. خداوند نگهبانی هر یکی ما و شما باشد. در حق دوستتان صدای امید با دعا باشید.